اونقدر گل زده که هیچ آمار دقیقی از تعداد گلاش وجود نداره، هرچند خودش تعدادشو بالای 1000 تا میدونه. 2 بار آقای گلی تو واسکو دا گاما پای روماریو رو به اروپا باز کرد. او تو آیندهوون هم هر 3 فصل اول حضورش آقای گل شد و درخشش فوق‌العاده‌ای داشت. با این حال بهترین فصل دوران بازیش رو تو نیوکمپ گذروند. روماریو سال 94 قهرمان لالیگا و برنده پیچیچی شد و آخر فصل قهرمانی جام جهانی رو با برزیل تجربه کرد. او به خاطر 1 گل کمتر نسبت به استویچکوف و سالنکو آقای گلی جام جهانی رو از دست داد، اما به جاش به عنوان ستاره تیم قهرمان توپ طلای مسابقات گرفت. روماریو اون سال بهترین بازیکن جهان هم شد و تو 1 سال به هر چیزی که می‌خواست رسید. از 19 سالگی تا 40 سالگی روماریو 12 فصل مختلف رو با بیش از 30 گل زده تموم کرد و با بیشتر از 750 گل رسمی اسمشو بین بهترین گلزنای تاریخ جاودانه کرد.